محفل شب عنای عجیب و باور نکردنی لطیف عزیزی در کشور امریکا، افشای حقایق و رازهای پشت پرده زندگی. لطیف عزیزی در کشور امریکا و ای با کی میخواهد ازدواج کند. رقص جالب ایندی لطیف عزیزی که هرگز باور نخواهید کرد و سرودن آهنگش در محفل عروسیش. اما به چی دلیل؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام سلامتی نثار تک تک از شما دوزاران نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. برای حمایت بیشتر از کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال من را از دست ندهید. لطیف عزیزی هنرمند جوان با استعداد و موفق در میان هنرمندان تازه‌کار افغانستان بوده است. با اعتماد به نفسی که داشت در سن 17 سالگی اشتراک در برنامه ستاره افغان تلویزیون طلوع کرد. هرچند در این برنامه حمایتی از طرف داوران برنامه نمیشد، اما با حمایت مردم افغانستان توانست مقام چهارم را از آن خود کند. بعد از ختم برنامه ستاره افغان، لطیف عزیزی آهنگ‌های بیشماری برای دوستداران و طرفداران صداش سرود که تاکنون آهنگ‌های لطیف عزیزی مورد حمایت گسترده دوستداران و طرفدارانش قرار می‌گیرد. این دختر خانم جوان و با استعداد بعد از تحولات سیاسی حاکم در افغانستان رخت مهاجرت به کشور امریکا است. در کشور امریکا کاملا از راه هنر موسیقیش به دور شد و برای برندهای مختلف در کشور امریکا مدلینگ می کند. مدلینگ لطیف عزیزی بار انتقادات را به همراه داشته است، چون که لطیف عزیزی کاملا لباسهای برهنه و به دور از تصور افغانها بر تنش می کند. اما لطیف عزیزی زندگی خوش و آرامی داشته است. این دختر خانم تازه تصاویرش در صفحات مجازی درس کرده است که محفل شب عنایش را خیلی خصوصی در کشور امریکا برگزار کرده است و قرار است ازدواج کند. اما تاکنون این خبر از طرف لطیف عزیزی تایید نشده است، ولی لطیف عزیزی طرز لباس پوشیدن و گفتارش بارها موج انتقادات را برایش به همراه داشته است. ولی من آرزوی موفقیت، کامیابی و سعادت برای این دختر خانم هنرمند از بارگاه عزت الله‌عزال تمنا دارم. دوستان و همراهان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان لطیف عزیزی به اشتراک بگذارید. برای حمایت بیشتر از کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید و ویدیوهای دیگر کانال من را از دست ندهید. تا درود دیگر، بدرود.